سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سید حسین هستم از تهران. قریب به 44 سال سن دارم و یک شیعه سوپر آتیشی بودم تا حالا و برنامه شما رو که میدیدم واقعا به وحدانیت و توحید خداوند متعال پی بردم. حالا یه سوال داشتم خدمتتون که در این مدتی که من با عقاید و اعمال شیعه و این شیعیان رافضی به قول شما بنده فرایضم رو به جا می آوردم، از این به بعد من باید چیکار کنم؟ یعنی در واقع چجوری فرایض دینی خودم رو به جا بیارم؟ تشکر میکنم خدمت های انصاری و ما بقیه دستم در کاران رساله حق. سلام و خسته نباشید. عرض میکنم. سلامت باشید. تشکر از شما. حين ولدت